این نون از اون نوناییه که وقتی درستش میکنی اولین جمله‌ای که میشنوید اینه: وای واقعا خودت درست کردی اینو؟ اگه برای این لحظه باشکوه آماده ای بزن بریم یه نون پیتای خوشمزه درست. خمیر مایه و شکر و آرد فانتزی رو حسابی مخلوط میکنیم و آب و کم کم بهش اضافه میکنیم. حواستون باشه این خمیر اصلا نباید شل بشه. بعد که ورز دادیم میریم کره رو اضافه میکنیم، اونم تو 2-3 مرحله حسابی ورز میدیم. از تا آخر هم نمک رو اضافه میکنیم تا وقتی ورز میدیم که سطح خمیر صاف و یک دست بشه. بعد 1 ساعت بهش استراحت میدیم. بعد از 1 ساعت استراحت 6 تا چونه هم اندازه میگیریم و 1 رو بهشون استراحت میدیم. حالا چونه ها آماده وردن کشی. رفیق جان خیلی باید مراقب باشی که اصلا به پوسته خمیر آسیب نرسه. با لطافت هرچه تمامتر وردن کشی میکنیم، اونم روی سطح آرد پاشی شد و بعد خمیر رو لای دستمال حدوداً 1 رو استراحت. مرحله بعدی اینه که حدود 45 دقیقه یه دونه صفحه چدنی یا تابه رو بذاریم روی حرارت کم تا داغ و بعد بشه. خمیر رو خیلی آروم و آهسته منتقل میکنیم داخل تابه یا صفحه چدنی. طرف اول خمیر رو 5 ثانیه حرارت طرف دوم رو هم همینطور 5 ثانیه و بعد مجدد خمیر رو برمیگردونیم و اجازه میدیم اینطوری هر آسیبی که به خمیر برسه باعث میشه که اینطوری پف نکنه. پس این خمیر رو فقط نازنازش کنید.